فیه آیات بینات مقام ابراهیم. در این خانه آیات‌های روشن هست، طوری که بعضی آن را ذکر کردیم. و مقام ابراهیم هست. مقام ابراهیم یعنی اون مکانی که حضرت ابراهیم علیه السلام در بالای او قرار گرفتند. در وقتی بنای کعبه در بالای آن سنگ می ایستادند، آن سنگ مقام ابراهیم نام دارد. امروز در روبروی در کعبه با شیشه احاطه کرده شده است و حاجی ها وی را می بینند. اون سنگی که در بالایش حضرت ابراهیم علیه السلام برآمدند، واقعا این سنگ از همون زمان حضرت ابراهیم تا به زمان ما آمدگی است. این چیزی که اجماع علما هست در این باره.